از نظر خودتون الان رشته یا حالا رشته بهتر نگیم مهارت بچه‌ها توی حوزه کامپیوتر بتونن و دوست داشته باشن یاد بگیرن که در کنارش بتونن یه پولسازی هم انجام بدن، چه از کار ریموت چه از کار حضوری. به نظرتون چیزی هست که الان به ذهنتون بیاد که راحت بتونید پیشنهاد بدید بچه‌ها؟ الان دانشجوهای ما، هنرستانی‌ها، کاردانشی‌ها و بچه‌های کاردانی کارشناسی دانشگاه فنی حرفه‌ای اگه صدای من میشنون و تصویر من میبینن، ما مشکل اصلیمون تو کار بحث هارد اسکیل نیست، بحث سافت اسکیل. یعنی بچه‌های ما، دانشجوهای ما سافت اسکیلاشون ضعیفه، ارتباط تیمیشون ضعیفه، شبکه سازیشون ضعیفه، زبان بدنشون ضعیفه، سر وقت کار کردنشون ضعیفه، استرس دارن، اضطراب دارن، فشار دارن، حرف زدنشون یه مقدار مشکله. من احساس میکنم که بچه‌های یعنی چه دانش آموز چه دانشجو باید روی سافت اسکیلاشون کار کنن و به اینترنت هم رجوع کنم. بیش از 90 تا ما سافت اسکیل داریم. هر چقدر طرف سافت اسکیلاشو قوی‌تر کنه در کنار یک هارد اسکیل تا حدی متوسط میتونه به راحتی کار پیدا کنه.